امروز 27 اسفند 1403 در مسیر بازگشت از صعود زمستانه قله دورفک هستیم. این مسیری که الان داریم حرکت میکنیم از دشت دامون به سمت روستای سیدشت هستش. سیدشت برای همه آشناست. یک صحنه‌های بسیار ناخوشایندی که من توی این مسیر دیدم و دارم برای همه طبیعت دوستان این کلیپ رو ضبط میکنم. این نوشته های روی درخت هاست، ببینید، یادگاری از برادر مسعود، یا خیلی نوشته های دیگر که من توی این مسیری که اومدم امروز دیدم. صحنه های بسیار ناخوشایندی است. اگر این درخت ها میخواستن حرف بزنن، سخن بگن، چی به ما میگفتن؟ چی میخواستن به ما بگن؟ چی به ما بفهمونن؟ از همه طبیعت دوستان خواهش میکنم که آگاه کنن این کسانی که از روی ناآگاهی این اقدامات ناخوشایند رو انجام میدن. من به نظرم میرسه که اینها اطلاعات چندانی ندارن، شاید مثل خالکوبی روی بدنشون یه همچین کارهایی رو انجام میدن. نکنن. این صحنه ها واقعا بده. این جنگل ها میراث کهن ایران هستن. جنگل هایی که شاید دوره های مختلف یخبندان های عصر باستان رو پشت سر گذاشتن تا به اینجا رسیدن. حفظ این جنگل ها از وظایف اصلی تک تک ما هاست. ممنون از کسانی که این کلیپ رو میبینن و حمایت میکنن.